هیچ وقت در زندگی به هیچ چیز و هیچ کس تکیه نکن جز خداوند و خودت و منتظر نباش هیچ کس دستت را نمیگیرد. هیچ وقت وقتی میافتی 3 چیز را فراموش نکن. آنی که تو را طلع داد، آنی که تو را دستگیری نکرد و آنی که تو را ایستاده نگاه میکرد. در آینده تو را در کار میشود وقتی که از جا خیستی و فکر میکنی که اون انسانایی که در برات هستند آنها دوستند، اما نه، دوست نبودند و دشمنت هستند.